علی آقا به خدا کارهای خودم مونده بابا، گوسفندا گشنن. گفتی 2 ساعت از دیشب اینجاست، بده ببریم. داش از اون 2 ساعت 1 ساعت و نیمشه که فقط تو شارژ بوده. اگه میاد ببین میاد ببره. بابا دمت گرم. روبین آماده شو بریم، امروز پشم ریزون داریم. 120 تا گوسفند باید پشماشو بزنیم. بدو ببینم. تو ایران از دست شما به ربات کشی افتادیم. آقام ایلان ماسک بزنه کمرتون. علی آقا نگفتم فقط ازش کار بکش بزن پسش، نگاه کن چه پررو شده. داداش از صبح به 119 تا کله پزی نون دادیم. یه خورده دیگه بمونه یه چند تا چلویی هم شب بدم تمومه. به جون علی آقا وقت سرویسشه، باید ببرم روغن کاریش کنم. علی آقا دروغ میگه، این همه پیچای منو باز میکنه. ارسلان داداش از تو بعیده. داداش خب ببین ما تو خونه نگه می‌داریم، اینو زن و بچه است، من باید بدونم این نره ماده است بالاخره. آهان اون لحاظ حالا نر بود یا ماده؟ داداش وسطه. وسطه؟ یعنی چی وسطه؟ یعنی مثل مردم میمونه ولی هیچی نداره. من مردم تو مردی. خیلی مردی مرد. زود جمع جور کن، عدد وار کنی میفرستمت قزوین. مرد برو بابا، تو خونه آوردی ما رو، بکش بیرون از ما.